این مسافران شرکت اورالسکی آویالینی که میبایست از مسکو به تاجیکستان پرواز کنند 4 روز در فرودگاه ژوکوفسکی منتظر بودند. در روز پنجم انتظاری نمایندگان شرکت سامان ایر به این مهاجران وعده دادند که با هواپیمای چارتری آنها را از فرودگاه دمدیده و به وطن انتقال میدهند. اما به گفته مصاحبان ما وعده شد و وفا نه، کسی آنها را به تاجیکستان نبرد. واحد رسولوف و همراهانش خیلی میخواهند پولهای دادهشان را پس بگیرند و این فرودگاه را ترک کنند. من در جای کار در واگن زندگی می کردم. کار تمام شد. مهلتی همه حجت هایم، پتنت، قید زیست گذشت. حالا طور می بینید در مسکو کرانتین است. برای برقرار کردن سند ها حداقل 2 هفته لازم می شود. من با آخرین پولی که داشتم بلیط خریده بودم. حالا این مهاجران خود را در بنبست می‌بینند، بر روح افتاده شدند. آنها حتی جایی برای شستشو ندارند، چی رسد به شرایط دیگر. در روی کرسی می‌خوابند زیرا مأموریت فرودگاه در بالای فرش خوابیدن را برایشان منع کردند. در اینجا تقریباً 200 نفر هستیم. می‌خواهیم هر چی تیزتر به تاجیکستان برویم. فقط یک هواپیما لازم داریم. دیگر هیچ چیز. مهاجران از آن ناراحتند که مقامات آنها را به حال خود گذاشتند. هیچ کس برای حل مشکلات آنها قانونی کردن حجت و پیدا نمودن جای خواب تلاش نمی کند. در مسکو کار را تمام کردم و سپاریدم. مهلتی به قیدگیری من به پایین رسید. شما میدونید که اگر من کوچه برایم 101 مشکل پیش می آید. بعضیا خوبند، بعضی دیگر بازداشت کرده به شعبه پلیس میبرند. من نمیخواهم برای حجت های تمام شده مرا اخراج کنند. به کمک این مهاجران بند ماده تنها هموطنان و اختیاریان رسیدند. می‌خواهیم побыстрее ехать домой تاجیکستان. ما می‌خواهیم تیزتر به تاجیکستان برویم. پای‌ها و گلوهایمان درد می‌کند. ما اینجا بیمار می‌شویم. در بالای فرش خوابیدن را برایمان اجازت نمی‌دهند. فقط می‌شینیم. همه آنها از اعلان قیود شبگردی و کرانتین سراسری در هراسند، زیرا میگویند در این حالت در کوچه میمانند. به هنگام تهیه این گزارش خبرنگار تلویزیون نصیحت شیوریم نتوانست راجع به این مسئله از نمایندگان تاجیکستان در روسیه تفصیلات بگیرد و از در فرودگاه مسکو را فعالان و حامیان حقوق تحت نظر خود گرفتند. بعد با توجه به آنکه از دیروز در ولایت مسکو و پایتخت روسیه در گشت و گذار ساکنان محدودیت جاری شده است، سرنوشت مسافران بندمانده تاجیک چندان خوشحال کننده نیست.